qilish kerak buni buyog'iga. Eng birinchi. O'zbekiston nazorati tahsiloti diniy را در خارج تقویت می‌دهد. از ماه ایون سال روان قبول به تمامی مؤسسه‌های تعلیمی دانشگاه الازهر قاهره تنها با توصیه کمیته عاید به کارهای دینی نزد دیوان وزیران ازبکستان صورت می‌گیرد. سخنگوی سفارت ازبکستان در مصر روز 9 ایون این خبر را تصدیق کرد. همچنین یک تحلیلگر نزدیک به حکومت ازبکستان گفته است که نابالغان در ازبکستان تحصیلات دینی ندارند و آنهایی که نیت دارند در خارج تحصیل کنند باید از کمیته دین اجازت مخصوص گیرند. شهروند 31 ساله ازبکستان که با تأمینات فرستادن دانشجویان به مؤسسه‌های دینی مصر سر و کار دارد با خبرگزاری آزادلیگ گفته است که طی یک ماه اخیر سفارت ازبکستان در مصر دادن شهادتنامه‌ها را به شهروندان ازبکستان که در مجمع تعلیمی دینی الازهر اشتراک می‌کنند قطع کرده است. این در نوبت خود امکان قبول دانشجویان ازبک را به لیسه‌ها و زیرکورس‌های مربوط به مجمع تعلیمی الازهر استثنا می‌کند. تحلیلگری که برای خدمات امنیتی دولتی ازبکستان گزارش می‌دهد تصدیق کرد که طول 5 ماه اخیر یعنی از ماه ینور تا ماه می 1800 شهروندان ازبک که برای تحصیل به مؤسسه‌های دینی مصر فرستاده شده بودند در مرز بازداشت شدند. با گفته آن جوانی که با فرستادن دانشجویان به مؤسسه‌های مصر مشغول است یک ماه قبل وزارت کارهای داخلی ازبکستان صدها نفر را برای خط افرادی تحت جستجو داخل کرده بود. در بین افراد مورد جستجو قرار داشته افرادی هستند که در مؤسسه‌های دینی مصر و استانبول درس می‌دهند. nimaga man islom diniga e'tiqod qilaman, man saqol qo'yaman. یادداشت میکنیم که چند قبل در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی پیدا شد که در شهر انگرین ولایت تاشکند دهها مردانی که به دین خود رعایت میکردند به مقامات کارهای داخلی دعوت کرده شدند و از آنها تراشیدن ریش طلب کرده شده است و این اولین حالت نیست که در کشور روی میدهد. Uyga kelib soqolingni ol degan talablarni qo'yganlarni eshitganmiz, ko'rganmiz yaqin insonlarimizdan.